پرچمی ملی رمزی دولتداری تاجیکان است. بیانگری پایداری و استواری تاجیکستان است. شهادت از سعادت ملت است و رمزی دولت است. نمونه درفش کاویان و هویت و شجاعت نیاگان است. پرچمت بادا پرافشان تاجیکستان، تاجیکستان. از نیاگان بهری ما دیوان و دفتر مانده، پرچمی ناموس و تاج و تخت و منبر مانده، در دلی که لعل و زری بحر گوهر مانده است. بهترین میراث از اجداد کشور